10 پادشاه برتر جهان. شماره 10 چنگیزخان. او بزرگترین امپراتوری رو تأسیس کرد. شماره 9 اسکندر مقدونی از قلب مقدونیه. شماره 8 لویی 14 فرانسه، پادشاهی با قدرت مطلق. شماره 7 آتیلا خان، بلای جهان باستان. شماره 6 تیمور لنگ که یک امپراتوری رو با نبوغ نظامی اداره میکرد. شماره 5 هنری ششم، پادشاه انگلستان که سلطنتش در نهایت به صورت آشفتگی سیاسی در درام شخصی منعکس شد. شماره 4 آشوکا، قلب هند باستان. شماره 3 رامسس دوم فرعون مصر که فتوحات امپراتوری رو به اوج خودش رسوند. شماره 2 شاه آگوستوس، معمار عصر طلایی امپراتوری روم. و در نهایت بر فراز تمامی پادشاهان در جایگاه شماره 1 بنیانگذار امپراتوری ها، کوروش کبیر بی همتا. به افتخار کوروش کبیر کامنت ها رو پر از قلب قرمز بکنید و اگه